یه روزی تو زندگی رفیق میفهمی از یه سنی به بعد لاکچری ترین آدم، با کلاس ترین آدم اونیه که آرامش داره. هر کسی که آرامش داره بدون ته خطه، اون با کلاس ترین آدمه. تو این دنیا دو تا چیزه که باید رعایت کنی، یکی صداقت، یکی معرفت. این دوتا میمونه، اینا به تو آرامش میده. گیرم ای دوست قمار از همه عالم بردی، دست آخر همه را باخته میباید رفت. اینا همش هر چیز رنگی کنی اینا باید بذاری و بری رفیق. اون معرفت مهمه، معرفت. به پیر میکده گفتن که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. معرفت، ای پوشی، صداقت نجاتت میده، اینا به تو آرامش میده. اگر آرامش داری بدون لاکچری ترین آدم